درود. در نخستین برنامه آزادی آنلاین در سال 2021 درباره مادران و خواهران تاجیک و مردیکاری کردن آنها گپ میزنیم. راستی گپ در این سال و زمان به فکر من شرمندگی است که مثلا همین خیلی زنها تا امروز باشنده از پی روزیشان شوند. صحبت مهپاره کرام و خبرنگار تاجیک دایر به مردیکار بازار زنان در ولایت ختلان و زندگی سختی آنها فیلم برداشته است. بحث زیادی در وبسایت ما و فیسبوک برانگیخت. تعداد زیادی از کاربران با مهپاره کرام و هم فکر بودند که گفتند مزدوری و یا همان مردیکاری شایسته مادری تاجیک نیست. قسمت دیگر گفته است مزدوری نه عیب است و نه شرمندگی. با گفته آنها باید از بیکار نشستن و دستنگری خجالت کشید. از شرح کاربر شروع میکنیم که خود را در وبسایت ما عدالت معرفی کرده است. نبودن کار شرمندگی است، شکم گرسنه کودکان شرمندگی است، فاحشگی شرمندگی است، تحقیر کارگر شرمندگی است، چگونه با مهنت حلال رزق و روزی به دست آوردن شرمندگی می شده است. در فیسبوک نیز کاربر با نام خیر ظهورف به زنانی که در خانه‌های مردم کار کرده روزی می‌گذرانند احسان آفرین خوانده و گفته است حضور آنها در مردیکار بازار شرمندگی نیست. به قبل این کاربر باید آنها شرم دارند که شرایط مناسب برای زنان فراهم نمی‌کنند. شرح خیر ظهورف چنین است: ثنا بادا به زنهایی که مردند، جفا دیدند و نامردی نکردند. من به این زنانی که به مردیکاری میبرند و زندگی طفلکانشان را پیش میبرند احسن میخوانم. این شرمندگی آنها نیست، شرمندگی حکومتداران است. عبدالستار زاکرف یکی از کاربران صفحه رادیو آزادی در فیسبوک گفته است در واقع مزدوری کردن زنان عیب است و نباید اجازه داد که آنها هر روز در یک گوشه منتظر باشند که کسی میآید و آنها را به مزدوری به خانه خود میبرد. شرح عبدالستار زاکرف را همراه میخوانیم. جامعه که در آنجا هر زن را مادری خویش و خواهر خویش میشمارند، زنها نباید به مردیکار بازار بروند و برای یک روزه رزق و روزی کودکان اهل خانواده کار کنند. ما باید برای آنها شرایط سازیم که کاری دائمی زنانه کنند، در جایهای گرم کار کنند، کارشان بی‌آزار باشد، مبلغ کارشان را از روی عدالت بگیرند. جای مادری تاجیک مردیکار بازار نیست. کاربران زیادی دیگر هم مردان را در تاجیکستان تنقید کردند که اجازه می‌دهند همسر، خواهر یا مادرشان از راه مزدوری و یا همان مردیکاری روز گذرانند. در این میان کاربر با نام فرمر گفته است زنان هم یک قشری برابر حقوق با مردان تاجیک هستند و باید در کنار آنها کار کنند. او چنین نوشته است: مرد بیچاره دیگر چه کار کند کو همان معاش شایسته. در روسیه هم پول برگبید نیست. بیچاره مرد جانش در کف دست ریسک میکند، لیکن زن امروز مجبور به مردیکاری است. دیگر از ناعلاجی چیکار کند و چرا مهنت حلال شرمندگی بوده است؟ مادام همین راهی کار را پیدا کردند چرا آنها را دستگیری نکنیم، امکانیت های بیشتر فراهم نوریم؟ عین اندیشه را کاربران دیگری هم داشتند و یکی از آنها در وبسایت ما نوشته است که مرد و زن باید همراه کار کنند چون زور مردم به تنهایی برای تامین خانواده نمیرسد. این کاربر که نخواسته است نامش را بگوید در صفحه رادیو آزادی نوشته است زنان تاجیک تقریبا نصف اهالی هستند و باید کار کنند. بیچاره مردها از مردیکاری هم در وطن و هم در روسیه مردند. باز دیگر چی کار کنند؟ زنها باید کار کنند، نه اینکه بیچاره پسر و برادرهایشان به 17 نرسیده در خنوکی و تنوکی در روسیه کسل شده کار کنند. من مرد گفته کسل شده مرده روید و زنان و خواهران بیکار نشینند در خانه. البته ما مردم برای زن و مرد کار و معاش شایسته میخواهیم، ولی باید هم مرد و هم زن کار کند. در واقع بیکاری در تاجیکستان یکی از مشکلات سخت باقی میماند و روزانه صدها یا هزاران زن و مرد در کشور از راه مزدوری روز میگذرانند. بسیار خوب می شود اگر شما هم نظر و اندیشه های خود را درباره مردیکاری کردن زنان در تاجیکستان بگویید و با تلفنی که میبینید بفرستید. وایبر، واتساپ و تلگرام و ایمو هم دارد. وبسایت رادیو آزادی هم جای دیدن و فرستادن ویدیو دارد. آزادی آنلاین به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.